من رحمت والدین ساکن شهر اسپر می باشم. پدرم رحمت احمد جان سال تولدش 1953 و سال 2000 به روسیه آمد تا حال درکی نیست. من میخواهم که همه آدم را یابم یا که یگان دوست نزدیکم رو دیده باشم و ما خبر دهم. دوستان نزدیکم خبر دادند که 2017 در شهر خبرس دیدیم تا حال درکی نیست.